سلام دوستان، امروز 10 فروردین سال 402 اینجا ساحل انزلیه. چند روز پیش یک ویدیویی از ساحل انزلی منتشر کردم که تعداد زیادی خودرو در ساحل حضور داشتن. همینطور که الان در این ویدیو مشاهده میکنید در ساحل انزلی خودرویی حضور نداره. تمام ورودی ها به ساحل بسته شده. اینکه حضور خودرو در ساحل درست باشه یا غلط به نظر شخصی شما بستگی داره. خیلی از شماها مخالف این موضوع و خیلی هم موافقش هستید. یه پیشنهادم من دارم برای شهرداری یا شورا و هر ارگان دیگه‌ای که میتونه به این موضوع ورود کنه. ساحل انزلی ظرفیت بسیار بالایی داره برای انجام چنین کارهایی. ما یکی از کمبودهایی که تو شهر انزلی داریم نبود پارکینگه. برای مثال مسافری که ورود میکنه به ساحل و از این منظره میخواد استفاده کنه نگرانی‌های خاص خودش رو هم داره نسبت به اموالی که داره، خودرو خودش آسیب نبینه. به نظرم ایده جالبی میشه و کاربردیه. پارکینگ های موقت در ساحل انزلی که هم خودروهای خودشون رو ببینن و هم با خیال راحت از این طبیعت استفاده کنن. و در پایان ممنون میشم از اینکه نظراتتون رو زیر این پست با ما به اشتراک بذارید. فالو کردن صفحه انزلی پست هم فراموش نشه. خدا نگهدار.